من دو سه شب پیش از تنکانسن یه سری مطالب گفتم تو گروه باور که خیلی‌ها پیگیری نکردن، اما شخصی به نام مجتبی یا همون کیان 120 تا ترید زده بدون خطا. دوستان دقت کنید، 120 تا ترید بدون خطا انجام شده. هرچی آمد گفت، خب دوستان یه مقدار اومدن حالا تهمتایی زدن و صحبتایی کردن که خب واقعا ناراحت شد. اصلا من در جریان نبودم که کیان قراره بیاد توی گروه باور صحبت کنه، اما وقتی مطلب رو باز کرد دیگه گفتم تا آخرش بگو. این دوست عزیز اومد با همین مبحث تنکانسنی که الان قراره باز کنیم 130 تا ترید زده بدون خطا. ببین خیلی مهمه، صدا اضافه رو ببندید عزیز. 130 تا ترید بدون خطا زده. ببینید ایچیموکو سر تا سر من همیشه گفتم سیگنال برای ما، همه جوره سیگنال داره، حالا از کواتیلاین گرفته تا تحلیل زمانی و روند و غیره و غیره. ببینید ما میایم فقط و فقط با یک جزء ایچیموکو که اونم هست به نام، من اینا رو خاموش کنم. خب تنکن هم پاک کنیم، ببخشید. خب ببینید با همین یه دونه جزء ایچیموکو که تنکانسن میشه، خب 130 تا ترید بدون خطا انجام شده. ببخشید اگه آروم حرف میزنم، همه خوابیدن، مهمونم داریم، عذرخواهی میکنم. ما میایم تو مناطق رنج بیشتر این سیستم رو به کار میبریم، یعنی برای کسایی که دوست دارن اسکلپ بزنن، اسکلپ های خوب، و اونم توی طلا. ببینید توی طلا همچین حجمی رو شما بزنید، حداقل اگه یه صدم بزنید $5 دارید، حداقل اگه یه صدم بزنید همینجا. دیگه مبالغ بالاتر بزنید که خب بیشتر سهم میبرید. پس ما میایم تو مناطق رنج از این سیستم استفاده میکنیم. من الان براتون بازش میکنم و انشالله که استفاده کنید. و دوستانی که اومدن گفتن مشکل داریم، حالا هر جوری گره تو زندگیمونه، به خدا همین یه دونه تیپس بسه. ما به سیستم دیگه ایچیموکو نیازی نداریم. البته همه چیزش خوبه ها، اما آروم آروم. خب پس من چون اصلا اینطوری نمیتونم، من اجزا رو میارم. حالا اگه دوستان سختشون بود بگن من اینا رو حذفش کنم. ببینید زمانی که دقت کنید، ساده است، خیلی ساده است. زمانی که تنکانسن من میاد یه قله یا دره میزنه، دوستان بذارید من اینو پررنگ کنم. خب الان اینجا اومده تنکانسن من یک کف زده، اینجا تنکانسن من اینجا همه اینا میان برای ما یک قله‌ای میزنن. خب دقت کنید، اینا نشون دهنده چیه؟ اینا داره به ما میگه آقا، بذار من که اینا رو خاموش کنم، قیمت اگه توی این محدوده بیاد، دقت کنید صدا نداره، مشکل من نمیدونم. ببین الان دقت کنید دوستان، تنکانسن اینجا یک کف ساخته، قیمت من میاد این محدوده رو میشکنه. دوستان دقت کنید، نیاید بگید این قیمت توی وارد این محدوده تنکانسن میشه. ببینید نکته مهم اینجاست، تنکانسن خودش نمیاد. این یعنی چی؟ قیمت ریورس میشه. همین کل کلام همین بود. ببینید تنکانسن من یک قله میزنه اینجا، دقت کنید. خب اینجا قیمت میاد وارد این محدوده میشه. خب اما بچه‌ها تنکانسن رو ببینید تمایل به اومدن بالا نداره، یعنی قیمت ریورس میشه.
شما با همین یک تیپس ساده و بیشتر تو مناطق رنج، تو مناطق روندار هم میتونید بگیرید، اما باید یک مقدار اون، حالا اسم خوبی داره، دقتتون و تمرکزتون بره بالا که توی مناطق رنج هم، مناطق روندار هم تشخیص بدید که باید چجوری بگیرید. تمام تایما هم جوابه، یعنی اینطور نیست که شما بگی آقا تایم 1 دقیقه کار میکنه یا 5 دقیقه. ببینید عزیزان، صدامو دارید؟ انقدر ساکتید من صدام یه آقای. بله بله داره. یه دفعه سکوت کردید. ببینید اصلا از صداتون تا الان اومد، اصلا من از ابتدا صداتون رو ببخشید داداش صدای شما رو ما نداشتیم، اینترنت بررسی کن ببین مشکلش چیه. ببینید بچه‌ها، پس ما بیشتر میایم تو مناطق رنج. ببینید تو مناطق روندار باید مهارت داشته باشید بگیرید. در غیر این صورت تو مناطق رنج که اینجا ببینید رنج بوده، خب دقت کنید این قله رو ببینید، درسته؟ ببینید قیمت وارد میشه توی این محدوده. اگه دقت کنید عکسایی که میذاشتم و روی شادوها من ترید میزدم و حالا سل یا بای میگرفتم، دقیقاً ببینید رازش اینجا بود. قیمت من وارد محدوده تنکانسن من میشد، خب اما تنکانسن نمی اومد. این یعنی داشت به من میگفت آقای تریدر، بازار تمایل داره به ریورس، پس شما ریورسش رو بگیر. ببینید دیگه نیاید بگید نمیدونم نقطه ورودش و فلان. ببینید دوستان، اینجا من یک کف داشتم، خب دقت رو ببینید، قیمت وارد این محدوده میشه. اگه من یه مقدار اینو کوچیک‌تر کنم بهتر. قیمت وارد این محدوده میشه اما تنکانسن نمیشه، یعنی فرار قیمت به سمت بالا. نیایید ببینید اگه بخوام ریز بشم، دوستان گوش کنید، اینجا هم داریم، خب اگه بخوام ریز بشم توی تک تک این موارد، من یک کف دارم. میبینید قیمت میاد وارد میشه، تنکانسل نمیاد ریورس میشه. بچه‌ها این تایم 4 ساعته است. ببینید 2300 پیپ اصلا یه چیز وحشتناکیه. به خدا میگم، من دیگه اولین بار دارم قسم میخورم. همین یه دونه تیپس بسه، من دیگه نمیدونم چجوری بگم. بذارید من تایم 1 رو بهتون نشون بدم یک مقدار. آقا باید یه سوال میتونیم بپرسیم؟ شما بپرس تا من. ببینید اینجا رو ببینید، اینا شانسی نیست، قیمت میاد تنکانسن نمیاد. بیاید تو مناطق رنج این مناطق رو پیدا کنید، ببینید ریورس 20 پیپ این ور ببینید. حالا این همه اومده، شما نصفش هم بگیرید 30 پیپ. اگه شما ببخشید صحبتم تموم شد، میگم سوالتون رو بپرسید. خب ببینید، پس میگیم شما با همین یه دونه تو مناطق رنج اگه بتونید مهارت پیدا کنید، همه اینا هست، ریورس میتونید بگیرید. ببینید اینجا ریورس، من حالا ریز نمیشم ولی انقدر این تیپس داره به شما سیگنال میده که حد و حساب نداره. یه نکته هم من بگم، اینجا رو نگاه کنید بچه‌ها، اینجا دقیقاً جایی بود که دیگه طلا صعودش شروع شد. اگه ما بریم گذشته رو نگاه کنیم، من چون اینا رو زدم که میارم نشون میدم بهتون، چون من طلا فقط کار میکنم. ببینید آقا داوود شرمنده سلام، خسته نباش. اجازه بدید داوود من ریکارد کنم، اینا ضبط کنم. عزیز داریم ضبط میکنیم. مرسی، دستت در نکنه، دستت در نکنه. ببینید دوستان، دیگه الان این کف رو میبینید، قیمت من دقیقاً منتظر بودم که قیمت من به این کف بخوره. دقتش رو ببینید، خودتون برید بررسی کنید، اینا من درآوردی نیست. ببینید تمیز تاچ میشه، حرکتش رو انجام میده.
باید اینا رو پیدا کنید. چیز خاصی نداره تو مناطق رنج. اگه شما با این تیپس آشنا بشید، ببینید میاد ریورس میشه. اینجا رو ببینید، این کف من حالا دیگه میام بازش نمی کنم، میاد ریورس میشه. ببینید میاد ریورس میشه. ببینید دقت کنید قیمت داره میاد پایین اما تنکانسن نمیاد، پس ریورس میشه. انقدر این تیپس پربرکته، انقدر پربرکته که شما اگه طمع نکنید، تمرکز کنید روی یه دونه، همین یه دونه نکته ساده، انقدر سود بگیرید از این بازار که حد و حساب نداره. ببینید قیمت میاد تنکانسن بچه‌ها نمیاد، تمایل نداره. یعنی چی؟ بازار قراره برگرده. و ببینید حالا همینجا که ما داشتیم، خب قیمت برمیگرده. اگه در ادامه هم اینو ببینید قیمت ریورس میشه. بذارید من پیاما رو ببینم چون زیاده. خب یعنی چی؟ ببین تنکن همون 7 و 8 دیگه، حالت 7 و 8 به خودش میگیره، درسته؟ کل در راه رو شما بررسی کنید. ببین اصلا ما گفتیم توی روند شما سعی کنید نگیرید. خب نیاز داره به تمرکز که حالا اونم بهتون میگم. ببینید الان برای مثال ما اینجا یه قله داشتیم. خب دقت کنید قیمت به اینا پول بک میزنه. تفاوتش اینه اینجا ما ریورس داریم، توی روند ما پول بک داریم. گرفتی چی شد؟ هر تایمی هر بازاری فرق نمیکنه، من بازارهای دیگرم برم هست، فرقی نمیکنه. شما فقط با همین یه دونه تیپس میتونید کار کنید. و اینکه دیگه چی خواستم بگم یادم نیست. همون دوستی که امروز اومد توی گروه باور صحبتشو کرد، گفتم اولشم یه چیزی هولوش 130-40 تا 130 تا ترید زده. ببینید عکساشم براتون گذاشتم، همش سود شد. شما بیاید تو مناطق رنج، بیشتر تو مناطق رنج بیاید کار کنید. فراوونه، انقدر پربرکتی که اصلا شما نیازی نیست به هیچ تحلیلی انجام بدید. ببینید اصلا من نمیدونم کجا رو بهتون نشون بدم، قیمت برمیگرده. آقا وحید بله کجا بفهمیم که قیمت رو رد میکنه این ناحیه؟ برای باینری هم جوابه بله. ببینید خب نه قیمت منطقه رو رد میکنه، میشکنه، کجا بفهمیم؟ آقا رضا یکی از دوستان سوال کردن تو الان بهت میگم. ببین تو باینری هم کار میکنه، فرقی نمیکنه. خب الان بهت میگم. الان برای مثال شما میخوای بگی آقا اینجا مگه ما قله نداشتیم؟ خب اینجا تا زمانی که ببین تنکانسن از این منطقه رد نشه، اینجا قیمت یه استوب کرده، تنکانسن خودش رو رسونده به قیمت، با قیمت از اینجا رد شده، این منطقه شکسته شده. تا زمانی که تنکانسن قیمت رو همراهی نکنه این منطقه شکسته نمیشه. میدونید میخوام چی بگم؟ روند سود ادامه داره آقا. بله. اصلا شما گفتیم تو روندا نیاید خودتون رو نکنید بچه ها، نکنید تو روندا نیاید خودتون رو اذیت کنید. وقتی تو روند مشکل دارید، مثلا تو یک روند پرقدرت صعودی میاید سل میزنید، خودتون رو نابود میکنید، نزنید. ببینید بازار 2 تا حرکت بیشتر نداره بچه ها. میاد، بذارید من این خط خطوطا رو پاک کنم. خب ببینید بازار میاد یک روند نزولی به خودش میگیره، یک رنج انجام میده، دوباره حالا یا صعود یا نزول. ما توی رنج ها میایم با این تیپس که فراوون هم از شما 32 تا جفت ارز دارید.
درست شد. شما یه عالم جفت ارز، یعنی الان اینجا رفت توی روند، ولش کنید بیاید توی یه جفت ارز دیگه، انقدر بگیرید که دیگه به قول معروف خسته بشید خودتونم. مثلا فراوونه، نمیدونم اینا رو نشون دادم یا نه. بریم حتی قبلتر بازار، هر چقدر که بخواید برید اونور. من فقط چون طلا کار میکنم و یکی از جای مورد علاقه منه. خب و اینکه ببینید اینجا میاد ریورس میشه، ببینید پایین میاد ریورس میشه. حالا دیگه این خط و خطوط کوچیک بزرگ میشه، ببخشید خیلی زیاده. اگه شما بتونید تنکانسن رو درکش بکنید، حتی ببینید اینا من در آوردی نیست، اینا واقعیت قیمت. بچه ها ببینید ما اینجا یک کف از تنکانسن داشتیم، میبینید اگه بله. بخوایم یه خط بندازیم دقیقاً، ببینید قیمت وقتی خودش رو به این محدوده میرسونه، تنکانسن نمیاد، اصلا تمایل نداره بیاد تو محدوده خودش. یعنی داره به شما میگه آقا من قراره برگردم. هر جای این بازار برید بررسی کنید، شما 2 روز 3 روز 4 روز نمیدونم، اون دیگه بستگی داره به تلاش خودتون. عالی. آقا خیلی تیپی هم عالی. میشه مشخص کرد؟ ببینید ما گفتیم که با این تیپس ما میایم اسکلپ میزنیم. خب یعنی اسکلپ چی؟ یعنی وقتی قیمت میاد پایین بر میگرده، من چون طلا میزنم، خب این با یه حجم خوب مثلا الان 20 فیت، خب 20 فیت رو شما با یک مبلغ خوب بزنید بسته دیگه. 20 تا نکن اینطوری شما حساب کنید دوست عزیز. میای میگی من 20 پیپ اینجا میگیرم، درسته؟ میای میگی بله. من نمیدونم 10 پیپ از اینجا میگیرم، میای اینجا میگی من 30 پیپ از اینجا میگیرم، آخر سر جمع میزنی میبینی تو طول شب رسیدی مثلا به 300 پیپ، نه 100 پیپ. اینو که 100 پیپ رو جمع کنی مثلا میشه روزی، حالا اگه کمشه بچه‌ها حساب کنن، روزی $10 $20 با مبلغ خیلی کم. بله. مبلغ سنگین بزنی که همون یه دونه تریدت بسته دیگه، آباد میکنی خودتو. ببینید همین لحظه اتفاق افتاده، میاد برمیگرده. نگید نمیشه، بررسی کنید. ببینید اینجا رو ببینید، قیمت میاد برمیگرده. درسته این مقدار تنکانسن اومده ولی قیمت میاد برمیگرده. الان این چیه برای من علامت داری؟ خب الان میخوای بگی برنگشته. ببین اینجا اومده، این 2 تا خط روی همن. شما برو اولی چی موقع رو یاد بگیر دوست من، این 2 تا خط روی هم افتادن. وقتی این 2 تا خط روی هم میافتن مثل یه بمب همه چیزو میزنه نابود میکنه. شما انتظار نداشته باش که یه لشکر 2 نفره اینجا بیاد یه لشکر 100 نفره رو بخواد جمع کنه. خب اینا باید نمیدونم چی؟ رکورد کنید. چشم همون میدونم چیز ضبط دیگه عزیز، خودت اذیت کرد. آقا وحید این مبحث اسپن با این قضیه هستش، اون فرق داره؟ فلت اسپن ببینید اسپن پلیس، آقا ننویسید دیگه. اسپن مجزاه، اینم مجزاه، فرق نمیکنه. شما خیلی راحت بود، لطفا اون اسپن رو بگین، ممنون میشم. الان آقا رضا شما اینو یاد گرفتی؟ خدا خیلی آسونه. آره خیلی آقا عالیه. دستم فکر میکنی آسونه؟ تو چیز چارت که خوبی بری دنبالش بگردی باید خیلی روش کار کنی تا بتونی بزنی. نه ببین ما گفتیم مناطق رنج. من فردا باز میگم که مجتبی عکس تریداشو بذاره. ببینید من نمیخواد اینقدر خودتون اذیت کنید. بذارید یه جا رو من حالا باز بیارم نگاه کنید. مگه ما اینجا نمیگیم یه کف داریم؟ درسته. وقتی تنکانسن، ببینید زمانی که این خط کار نکنه که تنکانسن هم بیاد پایین همراه کندل بیاد پایین، اما وقتی کندل من اینجا میاد پایین، تنکانسن من اینجا داره برای خودش بازی میکنه، این یعنی میگه قیمت ریورس میشه.
بعدش هم من یک حالا مسئله‌ای که هست اومدم این تلقین رو به بچه‌ها کردم که تو این بازار کاملا میشه سود کرد. بچه‌ها اگه شما با این تیپس 3 تا تریدت هم خطا شد از 20 تا، بازم شما سوددهی، شما سود کردی، ضرر نکردی. و این بازار قرار نیست اگه من هر چی ترید میزنم یا صعودی میزنم یا نزولی میزنم به ترید من احترام بذاره. ما داریم با یک بازاری کار میکنیم که هزاران نفر اومدن به فکر سودن، یکی خود من، یکی خود شما. هر کسی توی این بازار ضرر کنه ناراحت میشه. پس این فکرم بکنید که اگه ضرر شد یه مقدار خودتون رو کنترل کنید. ساده است، به خدا ساده است. ببینید اصلا انقدر این بالا برمیگرده. این تینکانسل اصلا حال نداشته بیاد بالا. این پایین ببینید، اینجا رو ببینید، اصلا تینکانسل من گفته برو بابا من نمیام پایین. ببینید برمیگرده. ببینید دیگه شما قرار نیست محاسبات ریاضی انجام بدید، چه میدونم جبرن، هیچ، فقط شما کافیه این سیستم با آشنا بشید باش. اگه آشنا بشید سود میکنید. من هر جای این بازار بیارم هست، نمیرم جایی رو انتخاب کنم، همینطوری ببینید میام مناطقی که رنج رو نگاه میکنم، اوکی بود میزنم، نبود نمیزنم. اینجا تو رونده، تو روندا به اینا اعتماد نکنید. ببینید قیمت میاد پول بک میزنه به اینا. ببینید اینجا من یه قله داشتم، قیمت میاد دقیقاً به همین سطح پول بک میکنه. وقتی پول بک میکنه یعنی داره پرتش. دوباره ببینید دوستان، اینا من درآوردی نیست، میاد پول بک میزنه. درست، دست در نکن. آقا و طلای 4 ساعته رو پس میشه اینجوری حساب کنیم الان؟ چرا نمیشه؟ پس چرا اومده اینجا کار کرده؟ ببینید اینجا چرا کار کرده؟ دلیل دیگه ای اگه داره به من بگید من بدونم. نگاه کنید حتی اینجا رو ببینید، اینجا یه منطقه مقاومتی بوده. خب بله. این قسمت ما داریم صحبت میکنیم، قیمت وارد شده، تنکانسن وارد نشده، پس اینجا هم ریورس. درست. آقا وحید اولش باید اون ببینید. حالت قله باشه. جواب تو رو نمیدم. بله کاملا درسته. ببینید نیاد بگید آقا نمیشه. اینجا 2 تا خط روی هم بودن، پول بک کرده، شکسته، پول بک، ادامه حرکت دیگه. اینم گفتیم بهتون بگیم نیاید پیوی قسم بدید ما رو نمیدونم هر چیزی که داریم و نداریم شما ما رو قسم بدید، یعنی دیگه آدم جیگرش کباب میشه. پس برید روش وقت بذارید. نمیدونم دیگه کجاها رو گفتم نگفتم که تکراری نشه. هر جای این بازار برید داره به قول معروف داد میزنه این تیپس. گفتم اگه شما اومدی که نداره از 20 تا تریدت 5 تاش هم خطا شد مشکلی نداره، شما سوددهی، اینو باور کنید. ببینید این نکته میگم، حالا شاید این فیلم ضبط بشه به دست دوستمون برسه ناراضی باشه، اما من میگم بهتون، یکی از دوستان من تیپسش هم میدونم وین ریت 60 بچه‌ها اومد به من گفت اما داره با این وین ریت 60 3 ماهه که شروع کرده برآیند کارش سود بوده، مثبت بوده. ببینید با وین ریت 60 اگه من الان به شما بگم 60 اصلا از این زوم میرید بیرون میگید بابا فلانی دیوونه است داره چرت و پرت میگه، اما با همین وین ریت 60 که این تیپس نیست یه تیپس دیگه، ببینید وین ریت 60 داره با مدیریت سرمایه‌ای که داره سود میکنه از این مارکت. سود چیزی که شما میگید 3 سال سود نکردم 5 سال سود نکردم، پس مدیریت سرمایه، کنترل احساسات، اون رفتار
مهمه اینا رو یه مقدار بهش بها بدید. من دیگه همینطوری صحبت میکنم بهتونم نشون میدم که ببینید اینا داره کار میکنه. این همینجا کار کرده، ببینید همینجا کار کرده، ریورس شد. یه مقدار دقت کنید روش. جوابه. من دیگه نمیدونم چه. این کندل 4 ساعت است، یک کندلش 150 پیپه. ببینید اینجا میاد پرتش میکنه. نگید نمیشه دیگه، ما را قسم ندید، خواهش میکنم. ببینید این بازار اینجا که خب قیمت نرسیده هیچ. ببینید اینجا میاد برمیگرده. من دیگه خط نمیکشم. الان اینجا میاد برمیگرده، اینجا میاد برمیگرده. دیگه کجا رو علامت بزنم دیگه؟ اولش هم گفتم دوستان اذیتتون نمیکنم. اگه هر کسی از من ناراضیه، گلایه‌ای داره، بیاد پیوی صحبت میکنیم، حلالیت میگیریم و هر مسئله‌ای که باشه ما هستیم. اینم که دیگه گفتیم، حالا یادگاری باشه. استفاده کنید. حتما خیر و برکت توش هست. آقا وحید خیلی هم صحبت توش خیر و کنیم. برکت هست. آقا وحید شرمنده، این کویتلاند چطوری رسم میکنه اینو؟ من تازه وارد شدم، شرمنده عزیز ها. اینو اصلا به این فکر نکن. اینو من ذهن مریضم گذاشته. این اصلا کیفیت کار نداره عزیز. من اینو همین الان پاک کنم. خب اصلا به این فکر نکن. این ببین من کل صحبتم روی تنکانسن بود. پس ذهنتو درگیر این نکن. آقا حالا من وحید برای آموزش اینا رو پاک کردم. آقا اگر وحید نه دست شما در نکنه. لطفا میشه سوالمون رو بابا جواب دست ندید. نکنه. دهن کم آقا. بگو رضا، تو به من خوبی زیاد کردی. بگو ببینم. فداتون بشه، من که کاری نکردم. آقا دست شما در نکنه دیگه، آقا وحید، در خواهشن رابطه نرو. با اسپن آ که میگفتیم، میگفتم بله اسپن آ با تنکانسن که فلت میشه و اسپن آ، این قضیهش چیه؟ ما خیلی روش کار کردیم اما به نتیجه نرسیدیم. خب خدا رو شکر که تلاش کردیم. ببین خب بعد نگاه کن، زمان کل مطلب اینه. تنکانسن همیشه میاد با اسپن آ رفتار میکنه. خب اکثر اوقات جاهایی که تنکانسن ما فلت میشه، میاد اسپن آ رفتارش رو نسبت به کیجنسن تغییر میده. همین، چیز خاصی نیست. فقط یه نکته آموزشی بود بهتون گفتم. این تیپس خاصی نیست، پس خودتون ما درگیرش این نکن. بحث معاملاتیه. نه بهش فکر نکن. ببینید کف میزنه اینجا، قیمت میاد، این نمیاد، شوت میشه. بچه ها یه نکته هم الان بهتون بگم، مثلا لذت میبرید. نگاه کنید، اگه شما اینا رو درک بکنید قبل از اینکه کراسی اصلا صورت بگیره، شما روندتو شروع کردید. این نکته مهمشه. ببینید چی میخوام بگم. یعنی شما قبل از اینکه کراست بیاد صعودی بشه، بیاد به شما تاییدیه بده که این کراس درستی هست یا نه، شما اینجا ورود داشتید. البته بحث کراسی که میگم جسارت نباشه به آقای عزیز داوود خان، چون بنده خیلی دوستش دارم، براش احترام قائلم، چون حالا ایشون بحث کراس رو کار میکنه. یه وقت حالا اگه این فیلم یا بچه‌ها هستن نرن اشتباهی بگن که فلانی ازت بد گفت. نه، بحث کلاس اصلا یه چیز دیگه است. پس اینو میخوام بهتون بگم، اگه شما اینا رو درک بکنید قبل از اینکه اینجا کلاس نزولی بخواد شکل بگیره، شما این نقطه، جایی که من خودم مورد علاقمه، اگه دقت کنید گفتم جایی که نقطه ورود من بگذره من ورود نمی کنم. هر من این روند ریزشی بشه، من نقطه ورودم تو این شادوه. اگه نزنم نمیزنم تا دوباره موقعیتشو پیدا کنم. من خودم رو این نقاط حساس. اینم نقاطی بود که من می اومدم رو شادو میزدم، فقط و فقط با همین یه دونه تیپس ساده بود. اگه عکسامو دارید برید بررسی کنید، متوجه میشید که وقتی قیمت
هیجانی میشد میومد بالا و تنکانسن میگفت برو بابا من حال ندارم، من اینجا سل میگرفتم. 2-3 دقیقه دیگه زوم تموم میشه دیگه. 2-3 دقیقه دیگه زوم تموم میشه. اگه عالی بود، بریم دست در خونه دیگه، نکنه. بریم بخواب. آقا وحید من یه دونه سوال دارم. آقا وحید سلام. سلام. عرض ادب. مخلص. من تا حالا این سعادت رو نداشتم که زومای شما رو ببینم، ولی تو گروهتون بودم. یه خواهشی ازتون داشتم، اگر سرفصلایی رو که حالا به دوستان که از گذشته حالا یا انشالله که در آینده ما این سعادت رو داشته باشیم که شما رو ببینیم حتی و از زحماتی که کشیدید تقدیر کنیم. میخواستم اینم اگه بخوایم این روالی رو که شما پیش بردید و از اون ابتداش، فرض کنم من یه آدم مثلا ناشی هستم، زیاد وارد نیستم تو بازار، بخوام اینا رو پیگیری کنم کجا مراجعه کنم؟ به کدوم کانالتون، کدوم گروهتون، یا اگه آرشیوی هستش؟ من چند وقت پیش زدم کل آرشیو و کانال و همه رو پاک کردم. حالا انقدری که ما از برکت دوستان بهره بردیم دیگه، گفتیم یه مقدار همه چیز رو بزنیم پاک کنیم. به همین دلیل چیزی نیست دیگه تو کانال که شما بخواید بررسی کنید. اما اگه قرار این بازار رو شروع بکنید، من بهتون همین یه دونه تیپسی که امشب توی آخرین زوم گفته شد بررسی بکنید، شما رو حداقل 6 ماه 7 ماه جلو میندازه از مسیرهایی که ما رفتیم. این یه دونه تیپس به جرئت میگم انقدر قدرتمنده که دیگه شما بی‌نیاز میشی از اینکه نمیدونم فیلم‌های آموزشی ببینی یا وقتت رو مباحث دیگه بذاری. همین یه دونه برای شما کفایت میکنه. یعنی خودت اذیت نکن، همین یه دونه بسته. اگه بازم فکر می‌کنی کمه، پیوی به من پیام بده، من راهنمایی کنم، چون 2-3 دقیقه دیگه بیشتر وقت نمونده. بله متاسفانه من دیر وارد زومتون شدم، کل مطالب رو نتونستم بگیرم، فیلم از این جهت بود. فیلمو میذارم تو کانال، اشکال نداره. پس جسارت نشه، پس من اگر پیوی مزاحمتون میشم خواستم قبلش اول اجازه گرفته باشم ازتون. بچه‌ها اجازه نمیگیرم میان، شما که اجازه نه من میدونم سختی های کار شما رو میدونم، راستش بخوایم خیلی هم تازه کار نیستم، ولی خب اینکه شما این تجربه خودتون رو در اختیار بچه‌ها میذارید این واقعا نمیدونم چه قیمت نداره. حالا من نمیدونم دوستان خواهش میکنم، چون من دورهای زیادی رو رفتم، تو جلسات زیادی بودم، ولی خوشحالم که چند وقت با شما آشنا شدم، یه سری مطالبتون رو دیدم، واقعا ممنونم ازتون، تشکر میکنم. و اگه احیانا دوستانی اومدن رنجوندن شما رو، اذیتتون کردن، احیانا دلخور هستید، طبیعت ما ایرانی‌ها اینه دیگه، از تشکر کنیم. متاسفانه یه جایی نمیدونم حسادت چیه، هر چی هستش، انشالله که همه چی درست بشه، ختم به خیر بشه و از وجود شما ما استفاده کنیم. آقا نکشید شاید من پاک میکنم، نه خطی میکنم. ببینید لطف دارید شما بچه‌هایی که میگید شادو چجوری رو شادو میزنید، ببینید قیمت اینجا میاد 2 دقیقه مونده، تو این 2 دقیقه من میگم. ببینید اول اینکه خب اینا دیگه تجربیه، وقتی قیمت من میاد فیک میره بالا، هیجانی میره بالا و تنکانسن پایین بیحال وایساده، تمایلی نداره خودش رو برسونه به قیمت، خب من این آلارم تو ذهنم زده میشه که اینجا بهترین نقطه ورود برای برگشت. ببینید من اگه این موقعیت رو میدیدم، نمیدونم شاید هم زدم یادم نیست، ببینید این پایینش هم هستا، یعنی انقدر این داره به شما چپ و راست میده که نمیدونید کدومو بگید. ببینید وقتی قیمت اینجا میاد اوج میگیره به سمت بالا، تنکانسن حس و حال اینو نداره که بیاد بالا. خب من تریدری که با این سیستم دارم کار میکنم میگم اینجا نقطه برگشت، ریورس. درست شد؟ پایینم همینه. ببینید وقتی میاد، ببینید چقدر تنکانسن من دوره، این یعنی تمایل نداره این تنکانسن بیاد این محدوده رو بشکنه. زمان این محدوده شکسته میشه
که تنکانسن هم بیاد از اینجا پایین به همراه کندل، اون موقع میاد پول بک میزنه برمیگرد. شب همگی خوش. آقا وحید بازم دست دست در کسی نکنه. گرامی- آقا وحید ممنون لطف کردی، فقط ترکمون نکن آقا وحید. فقط دست دیگه در تو رو نکنه. خدا خیر ندید. ببینی آقا وحید، دست در نکنه. خیلی آقایی. قسممون ندید دیگه. شب همگی دست در بخیر نکن و وحید جان. مرسی. شبت بخیر آقا وحید. خدا به سلامتی بده آقا وحید. مخلصیم. دمت گرم. خدا. البته گروه رو 10 دقیقه باز میکنم، بیاید تو گروه صحبت کنیم. خداحافظ. تشکر میکنم ازت. قربونت عزیزی. خدا خیره تو بود آقا وحید. مرسی. آقا وحید ترکمون نکنید دیگه. ترک مال موتوره. خداحافظ. خدا